نمایش نوبتی را با این سرود آغاز نمودنمان بی سبب نیست، زیرا اگر 30 سال پیش این سرود با لحن پروین خورترک سرود باشد، امروز پروین الکی آن را که بر متن پدرش شاعرش نقطه بچه‌شون احمد زوره ایجاد شده است با همراهی فرزندان جنگ‌جویش می‌سرود. قهرمان‌نویس را در خانه در حلقه فرزندان نویرگان دریافتیم. با آنها از یاد نمودن شعر نوی را تلقین می‌کرد. با وجود این زود در حجره کورش به صحبت آغاز نمودیم. سخن از باب نقش ادبیات در روزگاری او آغاز یافت و میگوید که ادبیات برایش همه چی داده است. پیش از همه ادب و همین خیلی گمان میکنم که کسی که با ادبیات سر و کار ندارد از گهواره تا گور و انسانی کامل شدنش بغایت مشکل است. وقتی یک مصرع میخوانید، یک کتاب میخوانید، یا سعدی میخوانید، یا حافظ میخوانید، یا چنگیز ایتمتov یا ستار ترسون یا دیگر، اون نگاهتان، حتی رفتارتان، حتی صدای گفتارتان در نظرم دیگر می شود. و من از آن که به همین جاده وارد شدم خیلی سرفرازم. عنوان کودکی یوسف جان احمدزاده در دهات پسی سر شده است و آن زمان نیت‌هایش تماما دیگر بودند. نیتی من تماما دیگر بود. در کودکی میخواستم که شافر شوم. چرا که پدرم شافر بودم. اون کس وقتی از کار می آمدن همین خانه را لحظه بوی بنزین، بوی روغن ماشین می گرفت و من به هوس گویا عطر باشد بوی می کردم و در غایت همین هوسی داشتم که ماشین برانم. هنوز که پایم اونقدر به گز و به ترمز نمی رسید و دیده نمی توانستم. از پدرم راستی اون کس که می آمدن خانه می درآمدن یا استراحت می کردن، من ماشین می گرفتم که اون طرف صحرای وسیع پسی خانه ما هست، همونجا حی می کردم. الکی بی کمک یگان کس هنوز 9-10 ساله بودم که ماشین می راندم. و عجیب که خصوصا جایی که دخترها بازی می کردن، جایی که دخترها اونجا جمع شده بودن، همون طرف ها ماشین می راندم که اون چشم آنها افتاد و خیلی متحیر شدن و واقعا آنها به ماشین رانی من چنان به هوس نگاه می کردن که من هم به هوس حتی با یک کر و فر خاصه جوانی و ماشین می راندم. باید می‌آورد که پس از رانندگی ها حادثه شد و برای شوفری و شاعری مبدل گشت. ایام پختچینی بود. اون وقتها هر یک عائله، هر یک خانواده و حتی محله به محله حشر اعلام میکردن که هر کس باید برآمد پخته چیند. اون همه خیلی یک عادتی بود و همه خیلی فرمانی نیز بود. و من بعد از درس ها پخته میشیدم، می آمدم و حتی ایامی درس خواندن ما هم او کورپه و جاکتی می رفتیم پخته میچیدیم. و خلاصه از واد گذشته سری زمین می رفتم، پیشگیر ببستم و خواستم پخته چیدن نو شروع کرده بودم که یکی از همسایه ما اکای عثمان جان ها شاعر گفتم. لحظه حیران شدم، به قول خود ما شخ شدم و خیلی با اون وقت یک کلمه شاعر، نام شاعر که خیلی با یک افتخاری عجایبی بلند داشت، از این نام حتی ترسیدم. من گفتم نه اکا میبخشید، من شاعر نیستم، من پخته چینی آمدم. بعد اون کس کتاب نشان دادن با کف خود و قسمت حرف ها را پوشیدم که واقعا انا بین تو شاعر هستی، من نامت بودم و میخونم که یوسف. بعد واقعا خودم هم حیران شدم. بعد اون کس با یک خنده و باقی حرف ها را نشان داده، گفتن یوسف وفا دیدی هم نامی تو بوده است، این شاعر خلقی بوده است، شعراش بسیار عجیب است، تو اگر شعرهای اینا خوانی و ازیاد کنی آینده شاید شاعر شوی. و من اون کتاب گرفتم، شاید که دروغ مردمان گردد راست، از بسم اللهش به خواندن شعر شروع کردم که اونقدر شعرهای روان، اونقدر خوشرو
بار اول اون شعرها که در چشم می افتاد و بداهتا از آن میکردم. مثلا این شب تا روز در خانه شد جنگ رستمانه، لشکری کیک حمله کرد از 4 طرف تله کرد. همین یک بسیار همین با آهنگ میخواندم که بعد رفیقام میگفتن که یوسف یه بار همون از یوسف وفا شعر خوان، خواه دختر و پسر همسنفا خواهش میکردم. و باز یک واقع عجیب هم شد که باز ایام پخته چینی بود، سحرها خیلی خنک‌تر بود، ماهای نوامبر بود به فکرم، پخته میچیدیم. لیکن هنوز پخته و درآمد چیدن چی میگن جرأت نمیکردن، چرا که سحرگاهان خیلی خنک‌تر میشد هوا. و یکی بود که یک آفتابی دمید، یک هوای بسیار خوشنکهتی خوشرو شد که بچه ها یکی سرود میخواند، یکی پخته میچید، یکی صحبت داشت که یکی از همسنفا گفت که یوسف تو اونقدر شعرهای میدانی، چرا خودت شعر نمی نویسی؟ من گفتم چرا؟ میتوانم نوشته. خیلی نباشد تازه یگان شعر بگو. گفت. بعد نگاه کردم به آفتاب و گفتم ها. همه هنگام یک رفیق ما از پهلو زکام شده بود، یعنی نزله میگویم، در روسی نسک مرگ میگویم، و همیشه بینی میکشید. و در این حال من یک به آفتاب نگاه کردم، به اطراف نگاه کردم و گفتم آفتاب برآمد، جانم در آمد، پخته چینی شد. با اون رفیقم نگاه کرده آب بینی شد. گفته بودم که نهایت بچه ها به خنده در آمدن و عجب که چرا این شعره گفتم. خودم تا هنوز یک از این چیز ملول هستم که باید رفیق خیلی رنجید از من. رضاشان احمدزاده با ایجاد شعر بر وقت آغاز کرده بود. شعرهای او در گزیت‌های دیواری و در روزنامه ناحیوی چاپ میشدند وقتی که در مکتب میانه میخواند و همچون شاعری صنف، همچون شاعری مکتب و شاعری ناحیه کانیبادام خوب شناخته شده بود تا وقتی که او به دوشنبه آمد، به مکتب عالی داخل شد و برای وسیع ادبیات وارد گردید. همینطور از پای مقصد رفت و در دوشنبه تحصیلش رو ادامه داد. میگوید که اولین شعرش در آوان دانشجو چاپ شد و اون به سرش به عباره بلا آورد. نخستین شعری من دداخروزی سنبیس بود. سالهای دانشجویم همین شعر نوشتم و گفتم که برم همین روزنامه و نهایت جرأتی کردم و بردم که یک آدمی خوش صورت نشستن، سلام دادم، در آمدم، گفتم یک تا شعر آوردم. ها یک تا میگفتن. بعد دست پهلویشان نشاندن، بدتر فهمیدم که اون کس علی بابا جان بودن. بعد شعر خواندن به دیگرها خوانده دادم. گفتم بینید این شعر عجیب، نامش دداخروزی سنبیست. نه میدانید نام او چیست؟ دداخروزی سنبیست. داده مشتش را نشان، میگوید من پهلوان، با ضربه یک مشتم سگی تغام را کشتم. ما لافش را شنیدیم، روزی در کوچه دیدیم، فریاد میزد بچگان مرا خلاص کنیدان. سگی همسایه برباس، از پسش میزد عکاس، دداخروزی سنبیست، میدوید و میگریست. و شعر خواندن گفتن که این بسیار شعری نست، یگان صورت تنو بیاره که ما قطعی این شعر چاپ کنیم. من گمان کردم که این مسخره میکنن، نخواد شعری اولین من اینقدر تعریف کرده با صورت ها چاپ کنند و به این خاطر نبردم صورت که یکی همکورسا گفتن ای تبریک تبریک، بینم در یک صحیفه بسیار خوشرویش همین شعر جا دادند. ولی من در سر الهام بود، در سر وجد بود. چند همسایه ما دداخان نام داشته است، چند هم مکتبی ما دداخان نام داشته است. وقتی که تعطیل می رفتم همه به اطراف من جمع می شدن، می آمدن که تو اکنون شاعر شدی، نام ما اینقدر پس زدی و چی زدی. من گفتم ای برادر تو شکر کن که من شاعر شدم، برعکس نام تو برداشتم، دیگر تمام جمهوری، تمام رسپوبلیک نام تو می داند و به همین واسطه خودم خلاص میکردم. من بعد قدم های یوسف جان احمدزاده در حوزه ادبیات جدی شدند.
از آن وقت حیات خود را به ادبیات کودکانه بخشید. واقعا هم از زمره ادیبان موفق این ساحه است، ولی قهرمان ما امروز گمان میکند که آن زمان در راه انتخاب اشتباهی نیز کرده بوده است. عجیب، کدام اشتباه باشد؟ اصلا اگر فکر کنید حاضر به سرم یک اندیشه می آید، یک خیال می آید که بسیار کاری خطا کرده بودم. به هیچ وجه حتی به دیگرها هم مصلحت می دهم که نوشتن شعر از شعر بچگانه سر نکنند. این بسیار نازک است، باری گوهر نمی کشد، انتحار نازک است. من وقتی که حاضر می نویسم او به نوشته های پیشینم راست گپ گاه تمسخر میکنم، گاه خندم می آید. و عجیب که بعضی رفیقا گمان میکنند که نوشتن شعر کودکانه بسیار آسان است و آزاد است، اول از همین شعر کودکانه سر میکنند. برعکس وقتی کامل شدی، هم از جهت دانش، هم از جهت خوانش، هم از جهت علم شعر که به یک جای رسیدی، دانستی که تو پوره کامل شدی، به گمان اون وقت به شعر کودکانه مایل کردن و حتی مشق کردن درست بوده است. برای بچه ها شعر آفریدن بسیار دشوار است، هرچند عادی می نماید و در یک لحظه کودک می خوند، لیکن همون یک لحظه را آفریدن ماها می کشد، حتی سال می کشد. برای شعر بچگانه آفریدن باید همه خصلت رفتار کودک خوب دانادن، خودش را در جهان کودکان تصور کرده تواند. مردی سالار تصور کنید چه خودش را در دنیای کودکان میبیند، موافق میکند خصلت رفتار و خود را از نوع کودکی باغچره و کودکی مکتب روی حساب میکند. برای همین نه همه وقت در آفریدن شعر کودکانه بچگانه شاعران موفق میشوند. استاد را از سه جهت من میشناسم. میتوان گفت به حیث یک نفر شاعر و یک نفر ناصر و یک نفر ناشر، یعنی میتوانیم با از سه جهت بگیم که هم شاعر خوب و هم ناصر که با اثرهایشان هفت رؤیا، عشق دختر کلاهپوش در سالهای آخر، همچون نویسنده هم خیلی شناخته هستند و همچون ناصر یا همچون ناشر که همچون ناشر در نشریات ادب سالها فعالیت دارند، فعالیت میکنند و همین سه سمت فعالیتشان به همدیگر مساعدت کرده است در انکشاف، همچون یک ادب برای انکشافشان مساعدت کرده است، مانع نشده است. بسیار کم می شود که یک نفر در یک چند سمت برابر موفقیت پیدا کند. موضوع شعرها، قصه و داستان و دیگر نمونه‌های ایجادی یوسف جان احمدزاده گوناگون است، ولی موضوعهای ترس و تهمت موقع جداگانه داشتند. در این مسئله خود قهرمان چنین میگوید: البته آدمیزاد بی ترس نیست و آدمی که نمی ترسد به فکر من وی هوشیار هم نیست. ترس همه جانبه شب و روز در پهلوی آدم است، اما به این ترس داده شده چنان که حضرت علی میگوید بزرگترین گناه ترس است، ولی به کار خوب، به اقدام نیک او ترس برطرف میکنید. و خلاصه درباره همین ترس یک شعر که نوشته بودم، ترس نام داشت و این بچه ها پسرم اذیت کرده است. یک همسایه پسر آورده، او نقاب سال نوه پوشیده، خودم از دور مشاهده کردم، او آمده همون شعر خوانده ایستاده است به وی: ترس زهر مار، ببر آدم خار، ترس تندر است، دیو اژدر است، ترس چون پلنگ، ترس چون نهنگ، ترس دینازور، دهان پوری حرف. و بچه یک فریاد برداشته. این بینید از یک خواندن ترس شعر. تهمت هم به معنایش همین که یعنی سخنی خشک و خالی است، غیبت است. شما شاید همون شعر در نظر داشته باشید که صد شکست افتد اگر در کار من، جز خودم هرگز نباشد یار من.
در دو عالم هیچ کس هرگز کشید بار من غیر از تنی افگار من. یا کسی همراه من در گور شد تا کشد از نیش کر آزار من. خود شدم در زندگی خورشید خود، خود شدم مهتاب شام تار من. خود شدم در حسن هم یوسف خود، تهمتی شد در جهان بازار من. از این جهت البته شاعری که هست آنچه که می نویسید این چیز به شما یک الهام می دهد، یک تکان می دهد و از روزگار و از همین چی این چیزهای می نویسید. این به همین چیز وابستگی دارد. بود نبود سنجا بود، در موک پنجا بود، ارکه بود و گل بود، ناز و نوزش مال بود. هرچی دیهی نمی بود، گر ندیهی تمی بود، روز آچش آش بود. در واقع نخستین شنونده هاش اهل اویله و فرزندان می باشند. میگوید که اگر نوشتم اول به اهل اویله پسند آید پس معلوم می شود که چیزی خوبی بر آمده است. وقتی من شعرهای می نویسم من چنان که همه فرزندای اینجا جمع میکنم شکر خدا بنا 10 نبیره شد. اول به همه ها میخوانم و آنها یا به همون سیمایشان نگاه میکنم که اگر یا کسی یا چشمش بیجا شد یا اون اندامشان اندک او یک سیمایشان تغییر یافت، حس میکنم که همین شعر چندان مقبول نیست. از این خاطر شعر بچگانه به فکر من با یک گفتن بداهتا ایجاد شود و بداهتا اذیاد شود از جانب کودکان. چنانکه مثلا شعرهای استاد میرشکر، زمان کودکی ما با همین شعر تربیت یافتیم، با همین شعر به وای رسیدیم و این همه هم میدانند. مثلا من کلام میشوم، قهرمان میشوم، بر وطن خودم پاسبان میشوم. من خودم رو خیلی خوشبخت میکنم که یکمین خواننده همه اثرهایشان از همین کودکان سر کرده تا همین رمانایی که می نویسند هر یک سطر و هر یک ابزاسی که باشد البته من خوانده میبینم. اگر اینو بیرون برن آهسته میدارم و خوانده میبرم و بعضا که تیار که شد بعد میگن که این خیلی اینجا چه معقول میشه ما همچه خواننده. من میگم البته معقول، همین بسیار معقول. وقتی که متنشون روی کاغذ میبیرن موی جمع میکنن همه، از مادرم سر کرده تا خورد و مایده کلونه جمع کرده خوانده میتین حتما. بعد میگن که چی فکر دارید؟ مثال چی خیلی بگویش فورم است، یگان جای نفهمی داره، یگان جای مرکبی اگر داشته باشد البته از کودکا میپرسند. برای اینکه کودکا چی خیلی شعر اگر کمتر نفهم باشد مرکب باشد کودکا در سوال میتین که اینش چی بابا جان اینش چی باشد گفته. برای همین همه جمع کرده اول از کلان تا خورده میپرسند که درست می. بعد اگر یگونجاش نفهم باشد اگر وای باشد ما حتما با اون کس میگوییم. بعد اون کس میگن البته من اونجاش اصلاح میکنم. برای همین اون چیزی که اول ایجاد میشد در روی میز پدرم حتما از نظر همه ما یک کمیسه میگوییم ما کمیسه اویلوی از نظر ما میگذرد. بعد روی کتاب میبیند، روی چاپ میبیند. همین خیلی است. من باز به خاطرم رسید من وقتی که شعر قورباغه جان نوشتم و اولین کتابچه من بردم به نزد استاد میرشکر، استاد شادروان بسیار دقیق بودند و با آهستگی به ملایمتی میفهموندند و همه قورباغه خواندن گفتند که اینطور بود قورباغه. قورباغه جان قرقر مکن، دو لنج خود را پر مکن، خالی کن اکنون لنج خود، آرام شو در کنج خود، تا نینی ما خواب کرد دلهای ما را آب کرد. به به گفتن خیلی شعری نغز. و اون کس یوسف میگفتن یوسف دو لنج خود را پر مکن، نه این نادرست است. برای بچه ها مثلا آخر چسبک ها سفکس های نوازش در کار مثلا دو لنجکت را پر مکن که چه خیلی خوش رو میشد. و تا هنوزم وقتی که شعر می نویسم همین صدای استاد میرشکر در گوش من تنین میزند، تنین میاندازد. در این راستا احمدزاده چیره‌دست است. در این راستا احمدزاده که پیوسته
در همین راه قدم میگذارد، هرچند که اثرهای نثری و حکایه ها و روان ها و قصه های دیگر نوشته باشدم، بیشتر به آموختن حیات کودکان، ایجاد برای کودکان میکند. نمونه های خوبی آثار بچگانه، نمونه های خوب شعرهای بچگانه رو در اشعار یوسف جان احمدزاده پیدا کرده میتوانید. تا امروز من فکر میکنم که یکی از شعرهای بهترین در ادبیات بچگانه تاجیک شعر مورچه دانه یافت رو میگه. مورچه دانه یافت، استگ دولانه یافت، شاد شد و خانه برد، دانه سر شانه برد، آچه من دانه گفت، قریبی یک تانه گفت، از شاده آچه جانش گفت به بچه جانش، شکر کلانک شدی دانه کشانک شدی. تصور کنید در هم یک لحظه همون منظره پیش رو میاد، زحمت همون مورچه دانه یافتن و کشانده با عذاب کشانده به خانه اش آوردن، با ماده از ماده هدیه گرفتن، مرده رساندن که من میگم و واهمه اینم که قریب یک تانه گفت. هرچند که انا در اینجا چی باشه این بسیار مبالغه خوب اومده است که همه کودکان میگن که مثلا من توپ آهنین دارم. کودک میگه من توپ آهنین دارم، توپ آهنین بازی کردن نمیشد که من این خیل دارم، من اون خیل دارم. همین در همینجا بسیار هم از شاعرانه آمده است هر یک مثل و هم انا مجدرسانی هم همین خیل انا مبالغه، لفظی تکرار، سخنی تکرار و نهایت شعری کوتاه. من چون که نبیره ها در اونجا خواندن، تخم کدو شناندیم، قد جو شناندیم، و جوی ما آب آمد، آبکی ورزاب آمد، کدوی ما کلام شد، فانوسی باغمان شد. از این جهت هم شعر من کمتر شعر می دیدم که یک آبرس ها باشد، آبرس هایی که جالب باشد. مثلا کودک وقتی که میخواند میگه که کدو چی میشده است. اصلا اکثر شاعر ما هم بیچاره کدو چه گناه داشته باشد که کدو البته بهای دو همراه میکنند، کله تو کدو بهای تو دو. آخر این یک میوه بسیار بالنده خوشرویی به هزار در دوا هست که وقتی که ما سالهای کودک ما بالای بام دو بازی میکردیم، رسول شبکان میکردیم، او کدوها همین در شاخ درختها همینطور آویزان میایستادن، وقتی سر میبرداشتیم در کلم میخورد و یک رنگ بسیار طلایی همچون چراغ در میگرفت در نظرم و همینه در همین شعر تصویر کردم. وقتی که من تولد شدم بابایم با من شعر نوشتن. نام این شعر سنم سنم جانی سنم. سنم سنم جانی سنم، خدا نگهبانی سنم، به گردنش غنچه برین شکفته مرجانی سنم. سنم سنم جانی سنم، خدا نگهبانی سنم، ستاره شام و سحر دو چشم خندانی سنم. سنم سنم جانی سنم، خدا نگهبانی سنم، رده رده میخچه گل کمانی دندانی سنم. سنم سنم جانی سنم، خدا نگهبانی سنم، پران پران موسیچه ها بگیرد دامانی سنم. سنم سنم جانی سنم، خدا نگهبانی سنم، بهار شد دفچه زنیم بگیرد دامانی سنم. قهرمان ما در راه ایجاد دوم یک نصیحت شاعر خلقی تاجیکستان شادروان مرسید میرشکر را به یاد میآورد. اصلا شعر کودکانه مایه پول نیست و باز سخن نصیحت استاد میرشکر این بود که اون کس نخست بر من تاکید کرده بودند که های یوسف، وقتی که برای بچه ها شعر می نویسی فکر پول نکن. از شعر بچگانه کسی بای نشده است. اگر خواهی پاویس نویسی، رامن نویسی، دیگر نویس، لیکن وقتی که شعر بچگانه می نویسی فکر پول نکن، فکر درآمد و کیسه و نکن. اکنون باز برمیگردیم به سرودی آفتابی من. این سرود واقعا هم تاریخ عجیبی دارد و تا امروز محبوب همگان است. بهترش از تاریخ پیدایش این سرود نقل خود تهیه‌گران را شنویم. پروین گاه خانه های علاهیده می در آمد و یک سرود می خواند. مثلا سرود های بچگانه می خواند،
سرودهای اکثر روسی میخوان. این چیزایی که البته از باغچه از برکردگی، لیکن هیچ пайхас намекардам ки истеъдод дошта бошам ва ҳама вақт вақте ки то ошиёнаи чорум мебаромадам суруд замзама карда мебаромадам баланд баланд ва ҳамхас садо медод. баъд ҳамсоя зано ҳамсояру занҳо дара мекушодану мегуфтанд ки Парвин, у тебя такой красивый голос, мегуфтанд, ты должна петь. баъд хонама омадан назди падарамо як рӯз гуфтанд ки ҳамхел духтарат бисёр овози аҷоиб дорад, чӣ мешад ки ҳамин сароянда шавад оянда. баъд ҳамин хел падарам ки дар хонаи радио кор мекарданд бисёр ёру бародару композитору шиносои хеле зиёд доштанд, бисёр вақт ба хонаи мо меҳмонӣ меомаданд. ва бори устод оҳангсози бисёр маъруфи мо яҳьёзода қудратулло ҳамроҳи шодравон духтарчашону писарашон ва оилашон меҳмон мешуданд ки ин бачаҳо дар хонаи дигар мехонд ва Парвин ӯ садо мебаровад ва суруд мехонд. хоҳиш карданд ки ҳамин духтарашон Парвинаро, яъне маҳорати сурудхонии ҳамин Парвинаро ман санҷам ва ба ягон хулоса биёем ки чӣ бояд кард. ҳамон бегоҳе ки мо дар хонаашон будем, аз Парвина хоҳиш кардам ки якчанд сурудҳое ки медонад замзама кунад. Парвина ҳам бо ҷони дил як-ду се сурудро замзама кард, хонд ва ман дидам ки маҳорати сурудхонӣ дорад. оғозаш форам, зарбро ҳис мекунад, маҳорати шунавоӣ ҳам дорад. اون کس گفتن که یوسف جان این آینده بسیار یک سرآینده خوب شدنش ممکن، شما یک شعر نویسید، من یک آهنگ به این تصنیف میکنم. گفتن و رفتن و به فکرم ساعت نگذشت یا چیزی نگذشت زنگ زدن که یوسف جان آهنگ تیار شد، شعر کجا کنی؟ کو شعر؟ بعد من گفتم حاضر می نویسم، در اون قدر وزن، در اون قدر حجا، آفتاب 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 من نقراتش باشد. همین شعر آفتاب من معقول شد و من و البته میدانستم که این نوشته شده است برای دخترشان، برای پروینه. البته من کوشش کردم که یک موسیقی ایجاد کنم که با همین شعر موافقت کند، چون که خود شعر بسیار روان بود، آرام به گوش می رسید و همین خیلی هم شد. همین خیلی شد که همین سرودی آفتابی من در یک دم همین خیلی چی گویم یک الهام بخشید. پدرم زود این شعر نوشتن، چند بارو به خانه آهنگسازان ما رفتم مشق کردیم و قدرت‌الله یحیی بسیار آهنگ زیبا ایجاد کردن. همین خیلی شد که ثبت کردیم. بسیار یک سرود عالی جناب اومد. من از 30 سال میگذرد که من در دوره کودکیم 30 سال پیش سراییده بودم این سروده. من تا حاضر خدا با شکر بسیار باعث فخر من است. این یعنی چی میگوید؟ رهکشای جاده پروین شد و بعد من اینجا پلاستینکش هم هست. استاد شرف الدین سیف‌الدینوف، مرئت الله عطایوف، بسیار آهنگسازهای مشهور برای این سرود نوشتن. الکی وقتی که وای صنف 10 میخواند قریب 10-12 سرودش تهیه شده بود. امروز پروین احمدزاده از زمره سرانگون موفق است و از پدر منتدار است، زیرا همیشه در راه ایجاد دستگیر او بود و هست. من بسیار خرسند هستم که در عائله ایجادکار به دنیا آمدم.
به خدا راستش را اگر گویم پدر بزرگ دارم، فخر میکنم. برای ایجادکار پیش از همه دل پاک، استعداد و جسارت. چون جسارت نباشد استعداد پیدا نمیشد، چون دل پاک نباشد استعداد نمیشد. این چیز همچون زنجیر بندند به هم دیگر و من برای هر یک ایجادکار همین میخوام که دل پاک و استعداد و یک جسارت داشته باشند، چون که این برای ایجادکار جسارت خیلی مهم است. انا همین طرز زبان، انا همین طرز موسیقی شعر و طرز روان خوشاهنگ بودن همین شعر کودک که در همین نقش استاد یوسف جان احمدزاده خیلی بزرگ است. همین هم من فکر میکنم یک خدمت خیلی خوب برای ادبیات است. حالان که باز مسئله های دیگر، نثر این کسر، نثر استاد را وقتی که میگوییم یا اشعاری برای کلان سالان گفته استاد را هم میگوییم، باز یک صحبت علاهیده میشود که این وقت دیگر میخواهد. با قریبی کتاب نوی او با نام آفتاب من به طب رسید که گلچین ایجادیات قریب 50 ساله او را فرا میگیرد و کس وقتی که این کتاب را ورق میزند روشنتر، انیقتر معین میکند، برایش معین میشود که او در ادبیات کودکان چی دستاوردی دارد برای رشد و نموی ادبیات ما، شعر کودکان چی سهمی دارد و واقعا هم در رشد و نموی شعر کودکان حصه ارزنده دارد. از دیدار آدمی نقص یک واقع عجیب به خاطرم آمد. برف باریده بود، یگان نقش پا نبود و یک نقش پا بود و بینم که یک بسیار آدمی آنقدر مقبول نه راه گشته ایستاده است و من مجبور از این طرف با اون طرف خیز میزنم، اون طرف با اون طرف که نقش پای همونه پخش نکنم. او صبح هست، یک با آدمی خوشرو، با آدمی نظم، با یک همصحبتی نظم باید دچار شوی. آدمی بعد خدا نگاه دارد. پدرم همیشه دعا میکردن که بچم الهی خدا توی به همصحبتی نظم شریک کند میگفتم و خرسندی من از آدمی نظم، از کاری نظم، از حسنی نظم، از حسنی دخترای نظم، جوانای نظم، حتی پیرای نقص که به طیفی خند و سخن خوب میگویند. نسبت به موفقیت خودم از موفقیت دوستان من بیشتر خرسند میشوم و به همین امید چهره آدمی نغز آدمی تازه یک شعر نوشتم یک دو روز پیشتر. اگر چی باشد به شما من نخست برای شما خوانده میدم. آیت امید. صبح را چون شیری نودوشیده می نوشم، صبح را چون شیری نودوشیده می نوشم، با امیدی روشنایی ها، با امیدی چهره تازه، با امیدی آشنایی ها، آشنایی دور از کبر و غرور، شر و شیطانی تا نخوانم من نمازی شام را، با آیتی افسوس در جانمازی اشک آلودی پشیمانی. پشیمانی من از همین رفتار بد، آدمی بد هست و واقعا عجیب که در دنیا وا میخورم و عجیب که از بد در نظر من نیک ها بسیارند. افتخار من از فرزند خوب، عائله خوب، خصوصا از دخترای خوب و همگی 4 فرزند داریم. هر 4شان معلم هستند. من پروین میدانید سراینده است، منوچهر آهنگساز است، پرویز مهراگین، اینها در روسیه مشغول خدمت خود هستند و هم آبروی خاصه دارند چی دارند و من افتخار من از همین زنده بودن، ایجاد کردن، عائله ناز داشتم. یوسف جان احمدزاده واقعا به تربیت فرزندان دقت مخصوص می‌دهد.
دوم در حلقه نویرگان و فرزندان گاهی در خانه چه میآیند و گاهی به تماشای مبزی‌های زیبا میبرند. خلاصه لحظه‌های شیرین‌ترین فرزندان و نویرگان با بابا است و لحظه‌های شیرین‌ترین سجان احمدزاده با فرزندان و نویرگان. دایی ما نظارت میکنن همه وقت در تربیه فرزند. اینو بیشتر وقتی خودشون از گفتم که فقط اویله به صرف میکنن. بیشترین وقتی این کس برای تربیه نبیره و فرزند و برای انمی تربیه صرف میشه. یک شخصی اویلوی هستم. بسیار وقت ما حیران میشیم که چه خیلی اون کس شعر می نویسن، رمان می نویسن، داستان های خود می نویسن. ما حیران شده میپرسیم که این چه خیلی است که شما همه وقت با ما هستید، همه وقت در زندگی هستید، در اویله هستید، ما همه وقت نزد شما هستیم، با شما وقت یافته همین خیلی داستان و رمان و شعرهای خود ایجاد میکنید. اون کس میخندن میگن که من به فکری شما دخترم من چه خیلی انسان هستم. بعد کودکای همه ما شتگی باشه مگر با یک آواز میگیم که شخصی اویله‌ای هستید، یعنی همه وقت با اویله هستید. از کاری که کرده امو انده که به خواننده و دیگر معقول شده باشد، بس است که حتی یک خواننده هم اگر این قبول کرده تواند من سرفراز هستم. لیکن اکثر وقتی که به دیهاتی دوردست می رویم، خصوصا افتخار از آن می کنم که در مثلا در خود خوالینگ هم، در خود ریان پنج هم، حتی در یک گوشه دوردست مسجد هم بچه ها همین شعر از یاد می دارند. و چرا من نمی توانم افتخار کنم و چرا از این کسبی که انتخاب کردم باید من منفعل باشم و دلخجل باشم. یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست، نیست. در تنی من جان من به تاجیکستان نیست، نیست. تاجیکستان نام من، پرورده شیرش کام من، هم نمک هم نان من به تاجیکستان نیست، نیست. تاجیکستان نبض من، خارش بهاری سبز من، ابر من باران من به تاجیکستان نیست، نیست. تاجیکستان یاد من، اجداد من، اولاد من، گوهری چشمان من به تاجیکستان نیست، نیست. تاجیکستان بخت من، فرخنده تاج و تخت من، دولتی سامان من به تاجیکستان نیست، نیست.